پیامی از ماورا برای شما عزیزان. اگر دوست دارید این پیام رو بشنوید، لطفا اول کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم روشن کنید تا اولین کسی باشید که از انرژی خانی سمین استفاده میکنه. نیت کنید تا ببینیم که پاسخ کارت های جادویی تاروت برای شما چه پیامی از ماورا داره. چیزی که اینجا به من نشون داده شده میگه انرژی منفی های زیادی دور بر زندگیتون هستش. این انرژی منفی هایی که دور بر زندگی شما هستش میتونه از جهاتی هم برای شما دردسرها ایجاد کنه. این انرژی منفی ها باعث شده که شما دچار محدودیت های خودساخته بشید. باعث شده که حسابی فکر و ذهن شما به هم بریزه. استرس، ریزش مو پیدا کنید، استرس داشته باشید. یه سری تغییر و تحولات براتون صورت میگیره که بسیار اساسی هستش، اما همیشه تغییر و تحولات بد نیستن. یه وقتایی هست که شما فکر میکنید این تغییراتی که به وجود اومده خیلی برای شما بده، ولی اولش اون احساس بدی دارید، اما بعدا میبینید که نه، این اتفاقی که در ظاهر اتفاق بدی بوده براتون افتاده، در اصل خیریتی توش بوده، برای شما خیلی به نفعتون شده و کائنات میخواستن که اون مشکل رو، اون آدم سمی از سر راه زندگی شما کنار بره تا شما بتونید که تجربیات جدیدی رو بخواین تجربه بکنید. و چیزی که اینجا به من نشون داده شده میگه شما اگر که دوست دارید توی زندگیتون به اون جایگاهی که دوست دارید برسید، 100% حاجت روایی رو دارم براتون میبینم. ولی خب یه سری دور اطراف به من نشون میده که دور اطرافیان خوبی ندارید و انرژی منفی زیادی دور براتون هست. چشم توی زندگیتون زیاد هستش. سعی کنید که از برنامه ریزی هاتون، از اهدافتون با دیگران صحبت نکنید. سعی کنید که اول کارتون به انجام برسه. زمانی که کارتون به انجام رسید، اون دوربری هاتون خودشون متوجه میشن که شما چه برنامه ریزی هایی برای آینده داشتید. لزومی نداره که هر تصمیمی که میگیرید اون رو با دوستانتون، با بقیه به اشتراک بذارید. اگر که یک کاری رو چند باری برای انجامش تلاش کردید و نشده،